درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول، گفتاری 17. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. ملا مشفقی. اصلش از مرو در سمرقند و بخارا نشو و نما یافته، مداح سلطان سید خان و عبدالله خانی ازبیک است. وفاتش 996 در بخارا. از دیوانی مشفقی. سپیددم که رخ آورد شب به عزم رحیل، فتاد زنگ زراندود مه ز گردن فیل. بیاض صبح عیان شد ز عطف کحلی شب، چو از تراکم امواج کف به ساحل نیل. پر تهی شده جیب غروب و ذیل طلوع، بسان دست کریمان و آستین بخیل. شکافت لجه شب را خور از برای نجوم، چنان که موسی عمران به آل اسرائیل. دوان به کوه صفا گشت تشنه هاجر شام، گشاد چشمه زمزم ز پای اسماعیل. به دفع ناخنه کهکشان ز چشم سپهر شکست پلک افق را سحر به گوشه میل. شب از مقدمه روز انهزام گرفت، شهاب طاقه افشان فکند در تعجیل. طاقه اسبابی است که برای افشانکاری از پرهای مرغ بسازند. بنات لعبت سیمین چرخ لعبت باز، سوها برنگ دوری گوشی لعبتانی جمیل.
به گرد قطب مداری سپهر می گردید، مدار قطب به گرد سری امیر جمیل. در جواب فلکیات فرید احول قصیده. چو شام اهریمن روی افق را کرد سیمابی، ز دشت جم فتاد انگشتری در بحر دولابی. سها صیاد شد بر ساحلی این نیلگون دریا، فلک دام و ثریا دانه و سیاره مرغابی. رخی زاری فلک سرخاب شد چون رستمی خاور، به حدی باختر افتاد در میدانی سهرابی. فرو رفتا به این بحری معلق زان سوی مرکز، همه شب ماه غواصی نمود و حاله گردابی. ز انجم بخیمی زد قطب دامانی مرقع را، به سوزن در نیامد رشته محور ز پرتابی. دبیر آسمان می کرد میزان دفتری شب را، سحر کلکی شهاب افتاد از دستش ز بی خوابی. همای مهر افکند استخوانی نسر طایر را، به چنگی زهره کرد از هر مقام آهنگ مضرابی. ترنجی مهر اگر نارنج بود از گلشنی خضرا، چرا تر ساخت دامانی سپهر از اشک عنابی. تذروی آتشین شهپر رسید و بیضه زرین، عیان شد از بیاضی صبح دم در پنبه آبی. از قصیده است که به تشبیب خزان در مدح خواجه محمد اسلامی جویباری بخارایی گفته است. هست این ابیاتی رنگامیز در وصف خزان. بروی آب خزان را سری تماشا شد، هزار زورقی زرین ز برگ پیدا شد. ز بس که خون گل از شاخ ریخت نشتری خار، ز چهره‌اش
اثری ضعف آشکارا شد. به سمت رأسی چمن میلی آفتاب نماند، نهال کوته و سایه بلند بالا شد. خزان چو اهلی قلم برگی بید گزلک ساخت، حروفی سبزه چو سهو القلم در انشا شد. سماکی رامیهی برق از هوا طلوع نمود، ز ژاله صحنی چمن مطلعی ثریا شد. عقیق مهر چو در بندی برج عقرب ماند، سوادی دهر به زیر نگین سرما شد. ز رشته های زراندود بید مجنون را، نثار تحفه نور از سپهر خضرا شد. به عزل نامیه فرمان رسید و لمعه برق، کشیده بر سری منشوری ابر طغرا شد. رسید تاجری بادی خزان ز بندری شاخ، حریفی آبی پر از برگ نقش دیبا شد. ز سبزه بر لبی جو بسته بود شیرازه، چگونه دفتری رنگین باغ اجزا شد. قصیده. گرفت از افق ساقی صبح ساغر، برآمد ترنجی زر از جیب خاور. زمین شد ز طیبی بهاری مطیب، چمن شد ز عطری ریاحین معطر. شد از بحر تشریف گلهای رعنا، گریبان گلبن پر از تکمه زر. سری شام از شمسه طاق مینا، دمی صبح از فیض ابری معنبر. پر از موجی شنگرفگون بحر خضرا، پر از سیمی سیمابگون تشت اغبر. بر از ماوری تاجدارانی لاله، مسلسل کمندانی یاقوت مغفر. به جولانگری سبز پوشانی سوسن، زبرجد قبایانی الماس خنجر. هوا در حباب از پی حقه‌بازی، مشعبد صفت رفته در زیر چادر. نموده گل از خار و از خاک سبزه، نسیمی سپردوز و بادی زریگر. زده شانه عاج مشاطه ابر، به مرغولی شمشاد و جعدی صنوبر. حریفان همه باده در جام و سرخوش، مرا آب در دیده و خاک بر سر. نه گردون دوادار و اختر مساعی، نه دولت مددگار و اقبال یاور.
سری من به سنگی ملامت شکسته، تنی من به خاکی مذلت برابر. نگیرد کسی دستی از پا فتاده، مگر لطف یزدان و احسان داور. قصیده در مدح پادشاه به تشبیب شکایت از ظلم. تا کی ندای حادثه دوری زمان دهد؟ کس نیست در جهان که قراری جهان دهد. داسی افق به دستی اجل داده روزگار، خواهد که قطع مزرعی آخر زمان دهد. ترسم که تابی نیری بیداد در زمین، پژمردگی به نیلوفری آسمان دهد. مشکل که نوک ناوکی اختر شکاف ظلم، بر ضربه سپهر سها را امان دهد. جایی رسید کار که در موسمی ربیع، لطفی صبا نتیجه باد خزان دهد. عالم بدان کشید که در طبع اهل ذوق، تأثیر گریه خاصیتی زعفران دهد. گردون سراب گشت و جگر تشنه آفتاب، هر دم زبانی شعله برون از دهان دهد. قطعی مروت است که لبهای سایلان، بر هم ز چاک دانه گندم نشان دهد. سر تا به پای دانه اشک است خوشوار، در گوشه که عاجزی بی توشه جان دهد. آصف که دیو باشد و دیوان به حکم اوست، نظم امور ملک سلیمان چیسان دهد. او مست جام منصب و هر دم به پیش او، ساغر دهان گشاید و شیشه زبان دهد. در آستان در سگی اصحاب کهف را، عمر ملازمت پی یک استخوان دهد. باشد که داد زمره ارباب فقر را، فخر ملوک خسروی صاحب قران دهد.
در توصیف حوض خانه جوانمرد علی خان از بخارا به سمرقند فرستاده شده است. این حوض خانه گلشنی فیروزه پیکر است، همچون نگار خانه چینی مصور است. در حیرت است عقل که چون روضه سپیر، خاکش چی طینت آمد و آبش چی گوهر است. رضوان به جلوه آمد در وی که جنت است، حوران فکنده عکس در آبش که کوثر است. برقع ز رخ گشاده بتانی مصورش، حیرت فزای دیده مانی و آزر است. از شیشه های 4 حدی زرنگاری او، حسنش به 4 حد گلستان برابر است. گل چهره‌ای که دیده در او عکس روی خود، در برج آبی آمده خورشید انور است. بر تخت بندی کاه کشان نقش بندی او، گر پای ماند از سری اعزاز در خور است. کیفیتی که عالمی آبش نهند نام، در عالمی مشاهده او میسر است. از جوی جدولی که روان است سوی حوض، ز آواز آب دولتی شهر را ثناگر است. زنجیره مسلسلی او سلسبیل را، سوی جنون ز گلشنی فردوس رهبر است. جامی جهان نماست که کیخسروی زمان، در وی کشیده صورتی 7 کشور است. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. ба ман муяссар гардид бо Садриддин Айнӣ тавассути ғуломон ва ёддоштҳо, ки ман онҳоро ба забони русӣ хондаам, шинос шавам. фарзандони ман ҳам, ки дар Москав таҳсил мекунанд, нашри алоҳидаи мактаби кӯҳнаро бо рағбати тамом хонданд. Алфред Курелла.
باش میگو ساوری میکنیدیم روز آودی برکنید میگو ساوری میکنیدیم روز آودی برکنید шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 17-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.